سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم این کیف گرد رو با هم دیگه ببافیم. براتون میذارم کیف یه گرد دیگه هم قبلا بافتیم. این مثل اونه، فقط طرح روش فرق میکنه. اندازه نخ رو توی کپشن مینویسم، چون که داریم شروع میکنیم نمیدونم که دقیق به چقدر نخ لازم داریم. ازتون خواهش میکنم که با لایک و کامنت حمایتم بکنید که تشویق بشم بیشتر براتون آموزش بذارم. در ابتدا ما باید گرد اول رو ببافیم. دایره شکل میخواییم کیفمون رو ببافیم. برای شروع یک گره جادویی به این صورت، نخ روی دستمه، یه دور میچرخونم، میرم پشت کار، نخ رو از توش در میارم. سه تا زنجیره ابتدای کارم میزنم، 2 تا و 3 تا. داخل گرمون پایه بلند میزنیم، 3 تا، 2 تا، 2 تا هم 1. این 3 تا زنجیره اول حکم یه پایه بلندمون رو داشت. باید توی این دایرمون، توی این حلقمون 16 تا پایه بلند بزنم. این 1 2 3 4 5 تا 16 تا. ببینید من 15 تا پایه بلند زدم. یه دونش که گفته بودم باید بشه 16 تا، یه دونه رو نگه میدارم. این بندی که کوتاه هست، نخی که کوتاه هست، آروم میکشم. مواظب باشین چون که به صورت کاغذ هست، زود پاره میشه. میخوام این حلقه‌ای که این وسط دارم رو تنگش کنم. آروم هی باهاش بازی بکنید که فاصله بین اینا تنگتر بشه. ببینید به این صورت اینو پشت کار نگه میدارید. 16می رو الان میبافید که دیگه این حلقمون، این دایره وسطمون خیلی کوچیک بشه. و 16می رو بافتم. میام به 3 تا زنجیره‌ای که اول زده بودم، داخل اون یه بست میزنم به این صورت. توی گرد بافی رج اول که الان من 16 تا داشتم، این رج باید 2 برابر بشه. من همین جایی که بستم و زدم 3 تا زنجیره، 1 2 و 3 تا زنجیره توی همین خونه‌ای که اومدم بیرون یه پایه بلند کنار همین میزنم به این صورت. میرم پایه بعدی که این گندمی هست، ببینید کلش رو میگیرم به این صورت. ببینید اینجاها رو میرم، تمام این گندمی ها که کلن 16 تا هست، داخل هر گندمی من یه دونه پایه بلند میزنم، 2 تا پایه بلند. خب
قبل از اینکه وارد پایه بعدی بشم یه زنجیره بینش میزنم. به این صورت میرم داخل گندمی بعدی، یه پایه بلند نیمه میزنم. به این صورت دوتا رو دیگه یکی نمی کنم. نخ میندازم، میرم تو همون خونه، یه پایه بلند نیمه میزنم بازم. حالا که 3 تا نخ روی قلاب دارم 3 تا رو با هم یکی میکنم. توی خونه قبلی چون که 3 تا زنجیره بود نمیشد نیمه زد، ولی از این به بعد تمام پایه های ما نیمه است. ببینید دوباره فاصله رو یه زنجیره میزنم، میرم گندمی، 3 تا نخ روی قلاب دارم، 3 تا رو میکنم 2 تا، نگرش میدارم دیگه یکی نمی کنم، یه نخ میندازم، وارد همون خونه میشم، یه نخ در میارم، این 2 تای اولی رو میکنم یکی. به این صورت 3 تا نخ روی قلاب دارم، 3 تا رو با هم یکی میکنم. یه زنجیره برای فاصله، میرم خونه بغلی، از داخل گندمی رد میشم، یه نخ در میارم، 3 تا نخ دارم، 3 تا رو میکنم 2 تا، نگه میدارم، یه نخ میندازم روی قلاب، داخل همون خونه یه نخ دیگه در میارم، این 2 تا رو میکنم یکی، 3 تا رو با هم یکی میکنم. یه زنجیره. ببینید ما پایه بلندمون به چه صورت بود؟ 3 تا رو میکردیم 2 تا، 2 تا رو میکردیم یکی. توی این نیمه دیگه 2 تا رو یکی نمی کنیم، 2 تا رو نگه میداریم، میریم پایه بلند بعدی، یه نخ میندازیم داخل خونه، این 2 تای اول رو میکنم 2 تا رو میکنم یکی، 3 تا رو میکنم کاملا یکی، همه رو با هم دیگه. تا انتها ما باید بازم 16 تا از این جفتا داشته باشیم. ببینید الان 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، تا انتها 16 تا میشه. من برمیگردم 16می رو بافتم، یه زنجیرمو میزنم داخل 3مین زنجیره که رج قبل زدم، ابتدای رج زده بودم، یه بست میزنم. این بسته رو توی انتهای هر کارمون انجام میدیم. ببینید با دستتون به این صورت خودتون رو برسونید به این قسمت های یه زنجیرمون. یعنی الان من با یه دونه بست از این قسمت میام داخل این تک زنجیرمون. به این صورت الان 3 تا زنجیرمو میزنم 1 2 3. داخل همینجا من باید 3 تا پایه بلند داشته باشم. یه دونش که اینه، میرم کنار همون زنجیرمون تو همون خونه، بازم پایه نیمه میزنم. این زنجیرم که سر جاشه، این دومیش همون جا 3 تا الان روی میلمه، 3 تا رو میکنم یکی. پس رج قبل ما 2 تا پایه بلند نیمه داشتیم، الان میشه 3 تا. 3 تا پایه بلندم رو که زدم، توی این رج 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا میرم بین این 2 تا پایه قبلی یه دونه فضا داشتیم که یه تک زنجیره زده بودیم.
داخل اون میریم، 3 تا رو میکنم 2 تا، نگرش میدارم، دوباره یه پایه بلند دیگه، 3 تا میشه 2 تا، بازم نگرش میدارم، میرم سومین پایه بلند نیممو میزنم. این 2 تای اولی رو یکی میکنم. الان 4 تا پایه 4 تا پایه دارم، هر 4 تا رو با هم یکی میکنم. منظورم 4 تا دونه است ولی 3 تا پایه بلنده. با این بغلم میشه 4 تا. 4 تا دونه روی میل دارم. دوباره 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند به نیمه داخل این تک زنجیره میزنم. ببینید 3 تا دارم، 3 تا رو میکنم 2 تا. دیگه 2 تا رو یکی نمی کنم، یه نخ میندازم، یه پایه بلند دیگه میخوام بزنم. این 2 تا رو میکنم یکی، نگرش میدارم، دوباره یه نخ، این 2 تا اولیا رو میکنم یکی، این 4 تا نخ رو همزمان میکنم یک. به این صورت دوباره 2 تا زنجیره، 1 2، داخل این فضا 2 تا رو کردم یکی، دوباره نگرش میدارم، داخل میشم، 2 تا اولیا رو میکنم یکی، دوباره این شد 2 تا. من باید 3 تا پایه بلند بزنم. این 3 تا رو میکنم یکی، این 4 تا نخ، 4 تا پایه که تو اینجا دارم آروم میکشم بیرون، میکنمش یکی. یه چیزی هم بهتون بگم، ببینید نمیخواد شما، چون که این نخ خیلی سفته، برای راحتی کارتون و اینکه دستتون درد نگیره، ببینید زنجیره‌ای که میخواین بزن یا نخی که میخواین بکشین بیرون، از این قسمت بکشین، هم دستتون درد میگیره هم فشار میاد بهتون. اینو بندازین، این نخی که میخواین بیارین بیرون، آروم از این زیر بکشینش بیرون. ببین بعدی رو بهتون نشون بدم. از این زیر آروم اینو بکشین بیرون، اینجوری به دستتون زیاد فشار نمیاد. این آخرینم بهتون بگم که این کل رج به همین صورته. 3 تا میکنم 2 تا، یه نخ، 2 تای اولی رو میکنم یکی، 3 تا دارم ولی من باید 4 تا داشته باشم. پس یه بار دیگه 2 تای اولی رو میکنم یکی، حالا 4 تا رو کامل با اون مدلی که بهتون گفتم بکشین بیرون. 2 تا زنجیره، ببینید من نخو آروم میکشم بیرون به این صورت. با دستتونم مرتبش کنید. الان 1 2 3 4 5 تو هر فاصله ای که داخل اینا باشه، ببینید بین اینا اینجا تمام به این صورت 3 تا پایه بلند نیم بزنیم. رسیدیم به انتهای رج. 2 تا زنجیرم رو زدم، میام میرسم به این قسمتی که همه رو با هم یکی کردم، این 3 تا رو، یعنی تو این 3 تا زنجیر نمو وسطش یه بست میزنم. رجمون کامل شد. بازم خودم رو میرسونم به قسمت 2 تا زنجیره ها، بازم با بست میلم و داخل 2 زنجیره میکنم، یه بست میزنم،
3 تا زنجیره، 1 2 3. داخل این 2 زنجیره ها 4 تا پایه بلند میزنم. تمام این 2 تا زنجیره ها فقط 4 تا پایه بلند. این یکی، دوتا، با دستتون بیارینش به سمت راست که دوتای دیگه هم جا بشن که روی هم قرار نگیرن. این 3 تا، اینم 4. ببینید 1 2 3 4. بدون اینکه زنجیره بزنم میرم بینشون که 2 تا زنجیره خورده بود، داخل 2 تا زنجیره 4 تا پایه بلند میزنم. 1 2 3 و 4. ببینید داخل این و تمام 2 زنجیره های بعدی رو فقط 4 تا پایه بلند میزنیم. خب انتهای رج رسیدیم. فقط خواستم بهتون نشون بدم. ببینید یه حالت این که خودش یه ذره جمع کرده. اصلا نگران نباشید. با دستتون به سمت ببینید عقب بکشید. به این صورت ببینید صاف شد. وقتی که خودش رو جمع میکنه با حرارت دستتون این باز میشه. فکر نکنین کارتون جمع شده. این انتهای رج رو وارد اون 3 تا زنجیره اول وارد میکنیم و یه بس میزنیم. از همینجا 1 2 3 4. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 وارد خونه سوم میشم. کلگیسو میگیرم و یه بس میزنم. دوباره 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. 2 تا خونه رو رد میکنیم. 1 2 داخل خونه سوم یه بس میزنم. پس توی این رج 4 تا زنجیره. 1 2 3 4 داخل خونه سوم 1 2 3. تا انتهای رج همین 4 زنجیره داخل خونه سوم یه بست به انتها میرسونیم. رسیدیم انتهای رج. 4 تا زنجیرمو زدم. میرم داخل اولین بستی که زده بودم و اونم به صورت بست میزنم. به این صورت داخل 4 تا زنجیره ابتدایی میشم. بازم با بست. داخل اینجا الان اولیش میشه. اولین پایه کوتاه میخوام بزنم. اول یه زنجیره میزنم. داخل هر کدوم از این زنجیره هایی که زدم 4 تا پایه کوتاه میزنم. پس با بست خودم رو رسوندم به اینجا
و با بس رفتم توی خونه اول 4 تایی ها. یه زنجیره زدم و اینجا 4 تا پایه کوتاه میزنم. این 1 2 تا 3 تا 4 تا. ببینید به این صورت 1 2 3 4. بدون هیچ زنجیره‌ای میرم خونه بعدی. ببینید به اینجا رو میگم. داخلش میشم 4 تا پایه کوتاه میزنم. این 2 تا 3 تا و 4 تا. ببینید 2 تا رو بهتون نشون بدم. با دستتونم مرتبش کنید. توی هر خونه 4 تا پایه کوتاه تو هر کدوم از این 4 زنجیره ها میزنم. رسیدم به انتهای رجم. داخل اولین گندمین میشم. یه بست میزنم. به این صورت. توی این رجم داخل تمام گندمی ها که میشه بالای همه پایه کوتاه ها من باید پایه بلند بزنم. پس 3 تا زنجیرمو میزنم. 1 2 3. میرم گندمی بعدی. پایه بلند. گندمی بعدی. پایه بلند. پنج تا پایه بلند میزنم. شیشمی رو جفت میزنم. الان شد 3 تا پایه بلند. ببینید این گندمی پایه بلند 4 تا شد. گندمی بعدی این 3 زنجیرمون هم یه دونه حساب میکنیم. 1 2 3 4 5. خونه بعدی شیشمی هست. بذار ببینم درست زدم. آره. این 5 ببین هر جا گندمی دیدید این 5مین دوباره بافتمش. میرم گندمی بعدی میشه شیشمی. داخل خونه شیشم ما یه جفت میزنیم. این یکیش توی همون جایی که اومدیم بیرون یه افزایش دیگه هم داریم. پس 1 2 3 4 5. خونه شیشم جفت. دوباره خونه بغلی یه پایه بلند. بعدی دو تا. خونه بغلی 3 تا. بعدی 4 تا. بعدی 5 تا. خونه شیشم یه جفت میزنم.
این یکیش داخل هم جایی که اومدم دوباره همونجا یه پایه بلند دیگه میبافم. پس بعد از هر 5 تا ببینید الان اینجا تموم شد، 1 2 3 4 5 خونه شیشم جفت. همینجوری شیشمین پایه بلندتون رو جفت بزنید تا انتهای رج. خب رسیدم به انتهای رج. ببینید 2 4 6. من همینجا میتونم روی شیشمین که هستم یه جفتم رو بزنم یا میتونم بیام کنار این 3 زنجیره ابتدایی جفتم رو بزنم. من الان میخوام بیام رو کناری که 3 تا زنجیر زدم، چون که بذارید نشون بدم بهتون یه سوراخ اینجا ایجاد میشه. من نمیخوام این سوراخو. شما میتونید هم اینجا بزنید، ببینید روی شیشمی میتونید بزنید، بعد برای اینجا بست بزنید، کارتون تموم میشه. ولی ببینید بستو بزنم چه شکلی میشه. ببینید من نمیخوام این اتفاق بیفته. ببینید یه سوراخی اینجا ایجاد میشه. من نمیخوام این سوراخ باشه. ببینید به جای اینکه اینجا جفت بزنم میرم کنار این 3 زنجیره ابتدایی اینجا جفتمو میزنم، یعنی یکی دیگه کنار این 3 زنجیرم اینجا پایه بلندمو میزنم. بعد بسته انتهای کارمو میزنم. ببینید دیگه این سوراخ ایجاد نمیشه. حالا شما اگر دوست دارید مثل من کنار 3 زنجیره ابتدایی پایه بلند بزنید یا همون روی شیشمی میتونید پایه بلندتون رو مثل قبلی ها که هر 5 تا رو رد میکردیم شیشمی رو جفت میبافتیم اینجا هم به همین صورت. ولی ببینید اصلا نشون نمیده که ابتدا انتهای کارتون کجاست. خب حالا تو این رج ما افزایش رو داریم. رج قبلمون که الان تموم شد روی شیشمی میزدیم. اینجا به چه صورت؟ 3 تا زنجیرم رو میزنم. میرم خونه بغلی روی تمام این گندمی ها و یا همون پایه بلندامون ما پایه بلند میزنیم. کجا افزایش داریم؟ الان بهتون میگم. ببینید من اینجا افزایش داشتم، درسته؟ اینجا رو رد میکنم، اینجا رو هم رد میکنم، خونه بغلی جفتی ها روی گندمیش. پس ببینید من یه جفتی اینجا داشتم، این جفتی ها 1 و 2 تا گندمی بالاش داره. روی این 2 تا انجام نمیدم، میام کنارش. ببین کنارش میشه این، روی خودش نه، کنار این زوجی که بافتم جفت که بافتم یه 7 تشکیل شده کنار 7. ببخشید نشون ندادم. ببینید یه جفتی داشتیم اینجا، یه دونه این روشه یه دونه این، میام کنار این یه جفتی میبافم روی تمام جفتی ها به همین صورت. حالا بهتون نشون بدم اینها که همون تک بافته میشه تا برسیم به جفتی ها. توضیحشو براتون دادم. حالا توی فیلمم بهتون بگم که کجا رو من منظورم هست. فعلا جفتی نداریم. خب ببینید رسیدیم به این جفتیه. من روی اینو بافتم، میام روی جفتی هم بازم یه گندمی دارم، رو اونم پایه بلندم رو میبافم.
ببینید به این صورت این دوتا رو بافتم. کنار این هفتیه میشه اینجا. ببینید اینجا میشه. کنارش که الان هست اینجا یه جفتی میبافم. یعنی افزایش من توی این رج کنار جفتی های رج قبل که به صورت هفته هفتی رو رد کنم باید یه جفت ببافم. ببینید رج قبل اینجا بود، حالا این رج میاد به صورت ببینید به این حالت میشه، کج میره جلو. من این هفتی رو رد کردم اومدم کنارش یه جفت دیگه بافتم. یکی دیگرم بهتون نشون بدم. همه رو تک میبافیم. خب ببینید این به صورت هفته. ببینید این هفتی، این سر هفت رو بافتم، این سر هفتم میبافم به صورت تک. این تموم. حالا برای جفت میام کنار این هفتیه یه جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند کنار هم دیگه میبافم. افزایش من توی این رج به همین صورتیه که بهتون گفتم. رج قبل نگاه کنید کجا، جفت بافته بودید، این جفت رو رد میکنید کنارش به صورت بالا. ببینید این 2 تا جفت بود، کنار این میریم بالا. یه تو فیلم مشخص نشد. ببینید این جفت تو رج قبله، کنارش یه جفت میبافم. پس رج قبلتون رو نگاه کنید، یه جفت کنارشه، کنار جفتیمون یه تکه برید بالای اون تکه ما یه جفت ببافید. این فکر کنم براتون توضیحش بهتر باشه. رج قبل یه جفت داشتم، میرم کنارش یه تک داشتم، روی اون تک یه جفت میبافم. رسیدم به انتهای رج، این شیشمیمه. به جای اینکه این تو همین جایی که الان هستم جفتمو بزنم، میرم مثل قبلی کنار این 3 زنجیرم، به خاطر اینکه نمیخوام سوراخ بیفته. اگه شما دوست دارید همینجا بزنید، من نخواستم چون که این سوراخ رو نمیخوام تشکیل بشه. پایه بلندم رو میزنم، بستمم توی 3مین زنجیرم میزنم. تکرار رج قبله، هیچ فرقی نکرده. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8. من 8 رج کلا بافتم. یه رج دیگه مثل همین پایه بلند میزنم، رسیدم به جفت کنارش میزنم، میشه 9 تا رج. عکسی که من دیده بودم همین 9 تا رج رو داشت. الان بذارید من اندازه رو بهتون بگم. ببینید تقریبا 23.5 شده. یه رج دیگه میخوام بزنم، حدوداً مثلا 25 میشه. حدود 25. اگر کسایی که دوست دارن سایز کیفشون
فقط دایرهش، چون که کنارش هم یه اضافه‌ای داره. تو همین 25 رج باشه. پس یه دونه دیگه یه رج به این اضافه میکنم، 3 تا زنجیره میزنم، میرم داخل تمام، ببینید همون کاری که توی این 2 رج قبل کردم، هیچ فرق نکرده. میرم داخل تمام این گندمی ها پایه بلند میزنم تا جایی که به جفت برسم. هنوز نرسیدم، میریم جلو. ببینید تا به اینجا ببافم تا به این جفت برسم. ببینید رسیدم به این جفت رج قبل. میام روی این جفت رو رد میکنم، میام روی تک پای بلندم جفت رو میزنم. این روی جفتی هاست، این یه جفتی، اینم منظورم همون تکیه که دارم این رج میبافم روی جفتی رج قبلم. میام روی این تکه یه جفت میبافم. این توضیحات رو رج قبل دادم، الانم تکمیلش کردم که کسایی که متوجه نشدن توضیح انتهایی رو بهتون بدم. ببینید این جفتی شما کنارش یه تکه، بالای تک یه جفت میبافم. به این صورت یه دور کامل به جایی که جفتی رسیدید کنارش جفت ها رو بزنید که افزایش رو داشته باشیم به انتهای رج. خب رسیدم به انتهای رجم. کنار همین 3 زنجیره رج قبل یه پایه بلندم رو زدم و اینجا با یه بست رجم رو کامل میکنم. خب ببینید دوستان، همونجوری که بهتون گفتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من با 9 رج بافتم. اندازه‌ام بهتون بگم 26 و نیم تقریبا شده. توی عکسی که من دیده بودم تا همین اندازه کارو تموم کرده بود. حالا کسایی که میخوان کارشون بزرگتر باشه، ما باید 2 تا از این دایره ها داشته باشیم که یه دونش رو بافتم الان تا اینجا، یکی دیگر رو بزرگتر از این. بذارید اندازش هم بهتون بگم. من 2 رج دیگه به این دایره اولم اضافه کردم، شده 30 سانت. ببینید کسایی که میخوان کارشون بزرگتر از این باشه مثل من الان ادامه بدن. اگر کسایی که میخوان همین اندازه باشه تا همینجا کارشون رو به انتها برسونن و یک دایره دیگه مثل همین باید ببافن. من الان اینو به اندازه این میرسونم. ببینید همین جایی که الان من هستم، ببینید همین 3 تا زنجیره‌ای که بود با بست که رفتم توش، داخل همین فضایی که هست داخلش میشم و یه بست میزنم. یعنی خودم رو رسوندم فاصله بین 2 تا پایه بلندا. همینجا 1 2 و 3. کنار این 3 تا دیگه پایه بلند میزنم که با 3 تا زنجیره اولم میشه 4 تا. پس میشه 4 تا پایه بلند داخل این فضا.
ببینید این 3 تا زنجیره اول 1 2 3 3 تا هم پایه بلند زدم. میرم 4 تا پایه اونورتر 1 2 3 4 فاصله بین 4 و 5 4 تا پایه بلند میزنم. این یکی، دوتا، سه تا، چهار تا. ببینید فاصله بین این 4 تا هیچ زنجیره‌ای نداره. بدون زنجیره 4 تا رو میشمارم 1 2 3 4 بین 4 و 5 4 تا پایه بلند میزنم. یکی، با دستتون بدینش کنار که روی هم نیفتن. دوتا، سه تا و 4 تا تا انتهای رج. به همین صورت ببینید 1 2 3 4 یه فاصله 4 تا پایه بلند 1 2 3 4 4 تا پایه بلند. الانم 1 2 3 4 توی این فاصله 4 تا پایه بلند میزنم. به این صورت. عزیزان تا اینجای کار هر 4 تا رد کردم 4 تایی زدم، این آخر 2 تا 3 تایی رد میکنم. یعنی چجوری؟ 1 2 3 میرم تو سومی، چون که فاصله ها این آخر به 3 تا رسید. همون 4 تا پایه بلند و داخل هر فضا مثل اینای دیگه هیچ فرق نمیکنه، فقط فاصله این 4 تا بود، این شد 3 تا. چهار تا پایه بلندم و آخریشه میزنم. با بست به ابتدا و انتها رو به هم وصل میکنم. به این صورت گندمی رو میگیرم، یه بست میزنم به این صورت. این دیگه رج آخر من هست که همه رو پایه بلند میزنم. 1 2 3 خونه بعدی یه پایه بلند، 6 تا پایه بلند میبافم، بعد یه جفتی. پس 1 2 3 یعنی روی تمام پایه بلندای رج قبلم یه پایه میزنم، یه پایه بلند میزنم. چند تا؟ 6 تا. همون کاری که توی این رج کردیم. هر 6 تا که میرسیدیم یه جفت میزنیم.
این نخهای رافیا این مشکلات هم داره، گیر میکنه و مواظب باشید که زیاد فشار نیارید که پاره نشه. یک، دو، سه، چهار، 5، این شیشمی. داخل شیشمی جفت میبافیم. این شد دومی پایه بلند توی همین خونه شیشم. ببینید یک که 3 تا زنجیره بود، 2، 3، 4، 5، 6. خونه شیشم 2 تا همزمان توی پایه میزنیم. هر 6 که رد کردید یه جفت بزنید، کارتون تموم میشه و با بست به ابتدا و انتها رو به هم وصل میکنیم. از پشت این نخها رو همه رو جمع میکنید، یعنی مخفی میکنید. از پشت ببینید یه حالت هنوز یه مقدار کیستو داره، با اتو کشیدن کارتون رو مرتب بکنید. رسیدم به انتهای رجم که باید ابتدا و انتها رو به هم دیگه وصل بکنم که دیگه اینو یاد گرفتید. با یه بست به هم وصل کردم. رسیدیم به انتها که کارمون تموم شده. نخم و قیچی میکنم، این نخو میکشم بیرون به این صورت. برای مخفی کردن ببینید یه ذره مشخصه که انتهای رجم کجاست، انتهای کارم. میام یه دونه رو رد میکنم میرم توی دومین گندمی. پس این نخی که از اینجا اومده بیرون، یکی رو رد میکنم میرم توی دومی به این صورت. 2 تا گندمی رو میرم تو. این نخی که در آورده بودم قیچی کرده بودم و از پشت کار در میارم، میکشم بیرون به این صورت. کارم رو برمیگردونم از همین جایی که نخم اومده بود بیرون، این گره هایی که این پشت هست از پشت میرم، از جایی که ببینید اینجا من در اومده بودم، ببینید این گره و داخل این گندمی که نخ اومده بود ازش بیرون میرم تو و نخو میکشم بیرون به این صورت. ببینید دیگه هیچ فاصله بالا پایینی نداره، مشخص نمیشه که کار کجا تموم شده. و با سوزن، چون که اینجوری خیلی سخته، ببینید از پشت کار من یه دونه رو بهتون نشون میدم، ولی با نخ سوزن، این سوزن بیارید اینا رو بکشین تو به این صورت. بین کارتون از پشت نختون رو مخفی کنید به این صورت. اینا رو الان مخفی باید بکنم. یه اتوی بخارم میخواد. خب ببینید با دستم بازش میکنم و حتما بخار رو باید بزنم به این صورت. یه دایره دیگه هم بافته بودم همزمان. این کار دایرمون که با بخار کارش تموم میشه، ما یه مستطیل دیگه هم باید ببافیم
که من بافتم. الان بهتون توضیح میدم به چه صورت. من 25 تا دونه سر انداختم و رفت و برگشت اینو بافتم از لپ پشتی. خب بهتون اندازشو بگم که مال من 25 تا دونم شده 16 سانت. حالا شما با 20 هم میتونید بیشتر، بزرگتر از اینم میخواید میشه. من فعلا 16 سانت در 63 سانت بافتم، ولی نخم و قیچی نمی کنم. میخوام ببینم موقعی که دارم وصل میکنم اگر که کم بود اضافه کنم بهش. خب برای این مستطیلی که من بافتم، به خاطر اینکه بهتون آموزش بدم دیگه 25 تا رو دونه نمیذارم، زنجیره نمیزنم، 10 تا میزنم که بهتون فقط نشون بدم. یه گره میزنیم، حالا هر جور که خودتون میدونید، من اینجوری گره میزنم. نخ کوتاه‌مو میکشم. خب 1 2 3 4 5 6 7 7 هم براتون مشخص میشه، همین 7 تا رو که من یه دونه رو باید برگردم میشه 6 تا. الان شما بگید یعنی من 6 تا دونه دارم، یه دونم اضافه که برای برگشتشه. به چه صورت من برمیگردم؟ رج اول این دونه‌ای که ببینید اینی که نخ توشه، نه بغلیش، پایه کوتاه میزنم، یعنی داخل میشم، یه نخ از پشت در میارم، دوتا رو با هم یکی میکنم. من الان 6 تا دونه دارم چون که یه دونه رو برگشتم. حواستون باشه که هی بشمارید، اگر نه لبه کارتون قشنگ نمیشه، تو رفتگی و بیرون رفتگی خواهد داشت. ببینید 1 2 3 4 5 اینم آخری 6. خب پس این شد رج اول. 6 تا که داشت، 7 تا که داشتم یکی تو برگشتش بوده، پس 6 تا دونه من دارم. یا شما میخواید هر دفعه بشمارید یا حواستون باشه که این گوشه رو جا نذارید. خب یه زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم. اینی که داره نخ توش حرکت میکنه که یه زنجیره بود، هیچ کاری بهش ندارم. بغلی اون از لپ پشتی، ببینید ما 2 تا گندمی داشتیم از عقب، ببخشید یه گندمی که داشتیم 2 تا قسمت داره، یکی جلو یکی عقب. من از عقبیه نخ میرم تو در میارم، 2 تا رو یکی میکنم. باز به همین صورت از عقب گندمی نخ در میارم، 2 تا رو یکی میکنم. به همین صورت گندمی لپ پشتیش پایه های کوتاه میزنم. اینم آخریه. ببینید این آخریه رو اشتباه نباید بزنید. ببینید لبای کار صاف داره میره بالا. دوباره یه زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم. این اولی هیچی که نخ توشه، بغلش از لپ پشتی نخ در میارم،
و پایه های کوتاه میزنم. من برای آموزش 6 تا دونه زدم. شما حالا 20 تا زنجیره میخواین بزنید، مثل من 25 تا میخواین زنجیره بزنید، دیگه بستگی به خودتون داره. یادم نیست من 25 تا زدم یا 30 تا. بذارید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. من 25 تا زنجیره زدم و اینو بافتم. اینم که شما به هر سایزی که میخواید میبافید به اندازه قدی که تا جایی که میخواید دهانه کیفتون باز باشه. دور تا دور اینو باید از این مستطیل ببافید. بریم که با هم اینو وصل کنیم به قسمت 2 تا دایره. اینو بهتون بگم، من یه آموزش دیگه توی دایره داشتم ولی خیلی با این یکی فرق میکنه. چرا؟ چون که من الان میخوام بعد از اینکه اینو بخار زدم پشت کارمون تو دایره رو به لبه این وصل کنم. به این صورت من الان اینجوری وصل میکنم. یعنی روی کار نه، من از پشت این کار رو انجام میدم که بریم من اتو بکنم برگردم بیایم با هم دیگه وصل کنیم. ببینید عزیزان، از پشت کار کامل بازش کردم و اتو رو کامل دارم رو خودش میذارم، چون حالت برجستگی نداره که بخواد پرسش کنه. من کامل رو خود بافتم دارم اتومو انجام میدم. به این صورت فقط حواستون باشه صبر کنید تا خنک بشه، بعد از جاش بلندش کنید. فعلا من دست بهش نمیزنم تا بعد از اینکه سرد شد از جاش بلند کنم. من یه سمت دایره رو به قسمت مستطیل وصل کردم. به چه صورتی؟ پشت کار رو وصل کردم. الان این قسمت دایره رو از پشت، یعنی دو تا روها باید روبروی هم قرار بگیرن به این صورت. خب الان قسمت رویی رو من میخوام که علامت بزنم که بدونم از کجا باید به مستطیل وصل بشه. دهانه رو میذارم روی همدیگه. ببینید از این قسمتی که مستطیل وصل شده علامت زدم، کامل روی اولی میخوابونم. قسمتی که مستطیل بهش وصل شده علامت میزنم. حالا این قسمت رو میارم بالا. ابتدای مستطیل و جایی که علامت زدم میشه شروع کار من. از این لبه باید
مستطیل وصل بشه. حالا میدوزم، بعد انتها رو وصل میکنم. خب چون که ابتدای کار هست و برای اینکه کارمون محکم بشه چند بار اینو وصل میکنم. این دوتا لبه رو به هم دیگه وصل میکنم. الان میتونم این دوتا رو در بیارم که جلوی دستمو نگیره، نخا تو هم دیگه نره. دو سه بار اینو اول کار رو به صورت کوک انجام بدید که محکم بشه. خب ببینید من کیف گرد قبلی رو با شلال به هم وصل کرده بودم. برای این یکی دارم با نخسوزن وصل میکنم. حالا هر کسی هر مدلی که دوست داره، من ولی به این صورت دارم این کار انجام میدم. یه دونه پایه رو رد میکنم. الان این سمت کار هستیم. این قسمت هایی که ببینید روی کارم هست وارد این میشم و میرم روبروش که یه پایه رو رد میکنم، هم از یه گندمی و هم از گره ردشون میکنم به این صورت. حالا نخم به این سمت یه دونه رو رد میکنم، میرم یه گره و یه گندمی و روبروش یکی از اینا رو به ترتیب یکی یکی روبروش قرار گرفتن و داخلش میشم و کوکمو میزنم. حالا نخم به این سمت میام روی یکی از این نخا روبروش، ببینید یه دونه رد میشه، میرم بعدی، ببینید اینو رد کردم، میام روی بعدی گره و یه گندمی رو میگیرم. زیاد نختون رو نکشین که باعث نشه که محل دوخت کیس بکنه. نخ این سمت، پس از این ور شروع میکنم، یه گره یه گندمی و روبروش یه دونه از این نخهای قسمت مستطیل رو میگیرم. میام میرم رو این قسمت، ببین این قسمت ها رو فقط باید بگیرم، میام این روبروش نخ اون سمت از اون بر میگیرم، میام به روبرویش نخم به این سمت یه پایه رو رد میکنم، از این رد میکنم و میام روبروش این یکی. دوباره از این سمت نخ به این سمت از همون بر شروع میکنم، این و روبرویش به این صورت. ببینید من اینقدر دوختم و شماها هم همین کار رو ادامه بدید.
یه مقدار میارم جلوتر که اینو از نزدیک ببینید. نخم به سمت خودمه، یکی رو رد میکنم، میام خونه بعدی، یه گره و یه گندمی و روبروش این قسمت که نخ مشخصه رد میکنم. نخ به اون سمت، از اون بر شروع میکنم. یه نخ رو میگیرم روبروم، یه گره و گندمی رو میگیرم. اینو تا انتهای کار. فقط حواستون باشه که پشت کار هست، پشت کار داره به این وصل میشه و این قسمتی که من علامت زدم وقتی که دارید به این سمت میرسید اینو باید تا نصفه های کار که اومدید این قسمت رو به اینجا وصل بکنید که کارتون مساوی دایره روبرو بشه. ببینید الان شما یه کاری دیگه هم باید بکنید. این دوتا رو بذارید روی هم که چی بشه؟ نصف دایره‌تون مشخص بشه و اینجا رو علامت بزنید پایین دایره‌تون که نصف شده. و قسمت مستطیلم این دوتا لبه رو بذارید روی هم، وسط مستطیلم به این صورت مشخص بشه که دارید میایید به سمت دوختتون. این دوتا وسطی ها به هم برسن. نه زیاد بکشین نختون رو، نه زیاد یه سمتشو به سمت مستطیله نکشید. آروم آروم بیاین جلو تا آخر سر این دوتا به هم برسن. نه عقب تر باشه، ببینید نباید اینجا باشه نه اینجا. این دوتا باید چون وسطن، ما باید وسط ها رو بیایم با هم دیگه منطبق بدیم و دوختمون رو انجام بدیم. بعد از اینکه این وسط ها رو به هم رسوندیم باید حواستون باشه که این دوتا قسمت هم به هم برسه. بدوزیم برگردیم. خب کار من تموم شد. پشت روش کردم. این کارمونه. و الان میخوایم به صورت شلار دور تا دور کارمون رو برای اینکه ایستایی بهتری داشته باشه شلال میزنیم. یه گره میزنیم به این صورت. از قسمت کناری گره رو میارم تو. داخل هر پای کوتاه یه شلال میزنم به این صورت. ببینید نخمم دارم توی کارم با خودم میارم که مخفی بشه. پس میرم داخل پایه کوتاه یه نخ میگیرم و از اولیه ردش میکنم. ببینید دور تا دوره لبه کارمو به این صورت ببینید این به این شکل میشه. ایستایی خوبی نداره. بعد قشنگی لبه کارم با این بهتر میشه.
بذارید به لبه این قسمت وصلم براتون نشون بدم. اینو یه بار بیارین بالا، نخی که اضافه است یه بار ببرین زیر که نخ میایم قسمت دایره، هر جایی که حس میکنید که میتونید شلالو بزنید شلالو بزنید. ببینید به این صورت. کلو شلال بزنید. خب برای بست کردن بندش شما باید وسط این دو قسمت رو پیدا کنید. از این وسطی که تو ذهنتون هست اندازه میگیرید. من الان 11 سانته و این برم مال من 11 سانته. برای پیدا کردن وسطش ببینید از این قسمت به لبه مستطیلمون بست میکنیم که دو طرف مساوی باشه به این صورت. حالا که وسط پیدا شد از وسط مال من 12 سانته، یعنی این قسمت 6 سانت میرم به این سمت، علامت میزنم، 6 سانت هم میرم به این سمت، علامتامو میزنم، بعد بندمو قرار میدم و به حالت ضربدری یا به حالت کوک، هر مدلی که خودتون دوست دارید، دوخت میزنید. قسمت سمت مقابل بندم به همین صورت وسطی که کنن ازا گرفتید 6 سانت من اومدم این بر، 6 سانت هم اومدم این بر و این نخو بند رو بست کردم. مگنتم براش گذاشتم که مگنتم قسمت وسط که مارکر زدم پایینش مگنت رو قرار دادم و دوختم و به صورت نخ و سوزن معمولی اینو دوخته میشه. چون که خیلی محکمه نیاز به آسترکشی من نداشتم و آسترکشی هم نکردم. دوستان عزیزم کار من تموم شد. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید.